الحمد لله وحده و صلاة و سلام علی نبی بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم که باشد بهر شما یک حدیثی رو که در بیان خطر شرک به من شما بیان میکند به سمع شما میرسانم. جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکند، میگه شخص اعرابی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت. اعرابی انسانهای بادیه نشین رو میگویند. آمد و گفت: ای رسول الله، اون دو موجبه که دو چیزی که بهشت جهنم رو واجب انسان میگرداند چی است؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت: هر انسانی که در حالی که بمیرد چیزی را شریک الله قرار ندهد، اون انسان داخل جنت می شود. یعنی در حال انسانی که چکا کند این دنیا را پدرود بگوید، در برابر ذات الله چیزی را شریک نآورده باشد، او انسان الله چکا میکند؟ داخل جنت میکند. و او انسانی که در حالی که این دنیا را پدرود بگوید به ذات الله شرک ورزیده باشد، او را الله چکا میکند؟ داخل جهنم میکند. میخواستم کمی هم به علم ناکافی خود بنده در اطراف همین حدیث به شما صحبت داشته باشم. نگاه کنید عزیزان دل، اولا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه واجب جنت به کسی واجب میگردد که در حال دنیا را پدرود بگوید که به ذات الله شریک نیاورده باشد. امروز نظر کنید اکثر انسان‌هایی که بگیم که عقیده ندارن، از اسلام دور هستن، به چه عملهای شرک دست میزنن. وقتی به اونها اگر این سخن بیان کنی، به سرت گپای ناخوب گفته و از تو ملال میشوند. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنیم که در حال این دنیا را پدرود بگیم که به ذات الله چکو نکنیم شریک نآورده باشیم. در ادامه حدیث چی میگوید پیامبر؟ در حالی که این دنیا را پدرود بگوی که به ذات الله شریک آورده باشی، تو داخل جهنم میشه. شاید که نفهمیده، شاید که این روزای به عملهای شرک دست زده، لکن صحبت علمای را، صحبت بنده را در بیان شرک وقتی میفهمه، از انواع شرک ها با خبر میشه، کوشش کنه که توبه صدقان کنه به درگاه الله مهربان، دیمباره با او کارهایی که شرک دست زده بوده با آنها چنگ نزنه. الله متعال همه من شما را از این عمل بدتر که ایمان انسان سلب میکنه، انسان از دایره اسلام خارج میکنه، یعنی عمل شرک، الله متعال همه من شما را نگهبان باشه و الله مهربان همه امت اسلام را امروز از این عمل پلید، از این عملی که به کفر قریب است، الله متعال همه من شما را نگهبان باشه. آمین.